سلام رفقا، به این قسمت از رادیو آرسی خوش اومدین. یه توضیح کلی میخوام در مورد اپیزودها بهتون بدم. اینکه ما چند سری موضوع داریم که در موردش اپیزود میسازیم. یک سری مثلا اون خائن ترین اشخاص تاریخ ایرانه که اپیزود ابراهیم کلانتر رو منتشر کرد. یک سری دیگه از اپیزودهامون در رابطه با مسائل اجتماعی و جامعه شناسی دوران قاجاره که خب در مورد این موضوع هم 2 اپیزود تا الان منتشر کردیم. موضوع بعدی مسائلی هستش که مربوط به همون مخوفترین زندان‌ها و این تیپ موضوعات هستش. موضوع دیگه ای که به تازگی شروعش کردیم و تو ادامه هم اپیزودهای بیشتری ازش میسازیم، موضوع زنان تاثیرگذار تاریخ ایرانه که تو این اپیزود قراره در مورد این موضوع یکی از زنان تاثیرگذار تاریخ ایران رو معرفی کنیم و در ادامه باز اپیزودهای دیگه هم میسازیم. در مورد همه این موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم ما چندین مسائل مختلف و موضوعات مختلف در موردشون داریم که توی همین هولوش دیگه با هم پیش میریم تا به نتایجی که میخوایم برسیم. رابعه بلخی، بانوی عاشق شعر و خون. میگویند عشق گناه است، اما مگر شعر، مگر این قلب بیتاب، مگر این اشک‌ها جرمند. بلخ، قرن 4 هجری. در دوره‌ای که زنان صدایی در جامعه نداشتند، دختری از خاندان اشرافی در گوشه‌ای از قصر بزرگ خود قلمی به دست گرفت و نخستین شعر زنانه زبان فارسی را نوشت. نامش رابعه بنت کعب قزداری بود. او شاعری بود که عاشق شد و این عشق برایش حکم مرگ را داشت. رابعه در خانواده‌ای ثروتمند و با نفوذ رشد کرد. پدرش کعب از فرماندهان ارشد دربار سامانیان بود. او برخلاف بسیاری از دختران آن زمان اجازه داشت که بخواند، بنویسد و یاد بگیرد. اما کسی نمی‌دانست که این دختر روزی سرنوشت خود را در جوهر شعر و خونش خواهد نوشت. رابعه روزها را با خواندن شعرهای رودکی و نویسندگان دربار سامانی سپری می‌کرد. اما او فقط یک خواننده نبود، او می‌نوشت و در کلماتش شوری بود که هیچ کس انتظار نداشت. تا اینکه عشق پا به دنیای رابعه گذاشت. بکتاش، یکی از غلامان سپاه برادرش حارس، جنگجویی شجاع و جوان بود. نگاه او و رابعه در باغ‌های قصر در سایه‌های شب در نجوای باد به هم گره خورد. آنها عاشق شدند در سکوت، در پنهانکاری. رابعه شعرهای عاشقانه‌اش را برای بکتاش می نوشت، اما با نامی مستعار. اگر کسی بفهمد، اگر حارس بداند. اما رازها همیشه راز نمی مانند. کسی که این عشق را لو داد شاید یکی از خادمان، شاید یکی از حسودان درباری. اما حارس فهمید و حارس مردی نبود که خیانت را ببخشد.
دستور صادر شد، رگ‌های دستان خواهرش را بریدند و او را در حمام زندانی کردند. بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی، نمی برد غم دل را کسی به جز شیدا. در آخرین لحظات رابعه شعرهایش را با خون خود بر دیوار حمام نوشت. صبح روز بعد جسد بیجان او را در آن حمام یافتند، اما این پایان داستان نبود. بکتاش وقتی که از ماجرا باخبر شد قسم خورد که انتقام بگیرد. برخی میگویند او حارس را به قتل رساند، برخی میگویند تا پایان عمرش در عزای رابعه سوخت. رابعه رفت اما شعرهایش ماند، نامش ماند و داستانش هنوز در گوش تاریخ زمزمه می شود. رابعه بلخی یکی از نخستین شاعران زن در تاریخ ادبیات فارسیه که در قرن 4 هجری دوره سامانیان زندگی میکرد و اونو نخستین زنی میدونند که به زبان فارسی شعر سرود و در کنار رودکی از پیشگامان شعر فارسی محسوب میشه. هرچند تعداد زیادی از اشعار رابعه باقی نمونده، اما همون تعداد کمشون هم نشون از لطافت و احساس قوی در شعر اون داره و اون از نخستین زنانی بود که عشق و احساسات و آزادی زن رو تو شعر فارسی بیان کرد. رابعه بلخی رو نه تنها به عنوان اولین شاعر زن فارسیگو میشناسن، بلکه نمادی از شجاعت، عشق، مقاومت در برابر محدودیت‌های اجتماعی زمان خودش هست. زندگی تراژیک اون در طول تاریخ الهام بخش شاعرها و نویسنده‌های زیادی بوده. امروزه در افغانستان و ایران از اون به عنوان یکی از چهره‌های برجسته ادبیات فارسی نام میبرن. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه من بودین. حالا این اپیزود یه مقدار اپیزود کوتاه‌تری بوده چون که منابع در دسترس کمتری وجود داشت، ولی خب نمیشد که به معرفی این زن بزرگ تاریخ ایران نپردازیم، ولی خب تو ادامه ما حتما در مورد سایر زنهای تاثیرگذار تاریخمون مفصل‌تر صحبت میکنیم و منابع بهتری رو جمع آوری میکنیم. رادیو ارسی گوش کنین و به دوستاتون معرفی کنین.